Assalomu alaykum hamdiyoron, a'zoyoni guruhi Angur va bog'. Mana in tarbuzoy Panjaken, dehai Maykata. Maqsudjon dar Navo. Mana mo imroz bo yak tasmin гирифтем ки як намуди ғизодиҳӣ аз баргаш. Ман пештар мегуфтам ки ба 10 литр об 40-45 грамм то 50 грамма дори 3 литр медадем. Имрӯз карбамид Б дадай истодаем. Ба 10 литр об 150 грамм карбамид Б мезанем. Mana мо тайёр каросем. Мо این 50 گرمه یک دو سه نکوی آمده. من این تربوزکای ما در نوار دیده شده. پلاک بینید چه پلاک خوشره. ما این نمود رو هر 10 روز میزدیم. نیک نوار نمیگرفتیم و نیک من گفته بودم که هر 10 روز هم خیلی میزنیم گفته. من امروز اوجه دوزش زیاد کردیم. پیشتر 40-45 گرادوس میزدیم تا 50 گرم. امروز 150 گرم زدیم. چون که تربوزکو قریب رسیده اومده ایستاده است. پلاکو بقوا شد. من این تربوز اکران تلفن به قریب که نمیگنجد. اینا ببینید. با فکر من 15 کیلو گذشت. 16-17 هم خیلی هست. من اینا یک بار نشون دادم دیگه. من بعد آب های کردن اوج نموند یگانچه خودش. این سیتکا دارد. خودش محلول شده رفت. با یک 5 minut 8 minut میجومونیم تازه زور میشد. انا بعد از برگشت نقص کرده شیلته کرده میزنیم که یگان جوی خشکش نموند. تربوزکای اوجش زور. انا پایم با یک طرز نگهداری و کلانکنی تربوز. من امروز من ببینید همین جویک تا این جویک 5 متر 5 متر. من این میوه پنجم باشد ششم باشد. انا کن ببینید اول جویک تا این جویک 5 متر شدن سانی اونا 5 متر به رسیده آمد. من اینو ما با در کار نه دیگه درش رفتنش. من خیلی قایچی میکنیم یا که شکسته میگیریم دیگه کشه. چون که دلش بقوت کند. ما با در کار نه اوج این زیادتش. این زیادتش در کار نه. اینش هم همچون همین. اینا ببینید در وجود چند تا پلاک بقوت. شکر خدا. منم خیلی شکرانه خدا پیشروی نقص. اینم همین برآمده رفت. دروازهش 5 متر شد. ممکن زیاد هم شده بعضی هاش چون که اینجا ما زمین هموار کرده که تراس زده که تو است. همینجا یک بلندی دارد. همینجا خودش هم انچه دروازهش تو است خودش میکشه. خوش. زن خو. شیلته کردن ها تو نگوشه با حاضر. او انا اینا پهم کرگیر این دفعه پهم دیا زدنش دراز نکنه پهم بمون شروع میزنه بس. من بیاد این طرفش نشون تیم
این تربوز هم خیلی بود است که درازک یکی سال گذشتن که از اون ازبکستان بود. این وقت با اوجه سلیش کم کلان شده رفتگی بود، وزنی بلند داشت. خیلی به همینش هم شکر هم. اونا میدونستیم که تخم ترکیه اینقدر بسیار کلان نمیشه. خیلی همینش هم کردیم. خدا ناامید نکرد، خدا با شکر نقص نمید. 15 روز به فکر من 15 روز بلندش 20 روز اوجه پخته میرسد. اوه من اینجا دیگه خیلیش بود است با جدا هم کلان. من این تربوزی